سلام، به کانال مونتسوری ویتمارال خوش آمدید. اگر کودک شما هنوز تفاوت کوتاه و بلند یا ضخیم و باریک را درست درک نمی کند، این فعالیت‌های خلاقانه استوانه‌های دسته‌دار مونتسوری دقیقاً برای اوست، آن هم با کمک آموزش 3 مرحله‌ای. آموزش 3 مرحله‌ای بلند و کوتاه. بلند، کوتاه، بلند، کوتاه. بلند رو بذار اینجا، کوتاه رو بذار اینجا. کوتاه بذار اینجا، بلند و بذار اینجا. این چیه؟ کودک پاسخ میده بلند. این چیه؟ کودک پاسخ میده کوتاه. با بازی‌های ساده به کودکتان آموزش دهید. می توانید فیلم‌های کامل آن را در کانال من ببینید. فیلم کوتاه بعدی درباره ضخیم و باریک.